I'm Faride Lashai's daughter, Maneli. من مانلی دختر فریده لاشایی هستم. فریده هنرمندی بود که دست به آثار مختلفی زد. او نویسنده، مترجم و یک فعال سیاسی بود. اساساً او یک روح خلاق بود که خودش رو با تمام بخش‌های جامعه درگیر می‌کرد. چه ایران و چه دوران بعد از انقلاب و چه جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کرد. او همیشه یه نقاش انتزاعی نبود. روش انتزاعی در نقاشی‌هاش رو در آلمان و در اوایل دهه 40 و 50 شمسی شروع کرد که کارهاش در اون دوره به شدت انتزاعی بودند. بعدها کم کم آثار فیگوراتیو هم در کارهاش دیده میشن. او در یک دوره طولانی درخت و گل و شکوفه کشید که به عنوان یک زن براش نوعی واکاوی شخصی بود. درختان براش نوعی هویت رو در مقابل دیگر افراد جامعه به ارمغان می آوردند. فریده لاشایی را می توان منظر پردازی دانست که جز آثاری معدود همیشه به طبیعت دلبسته بود و حتی در انتزاعی ترین آثارش رد پای پررنگ طبیعت دیده می شود. اما بازگشت به طبیعت و بهره‌گیری از عناصر طبیعت‌گرایانه در آثار او را نمیتوان با بازنمایی طبیعت در آثار هنرمندانی چون سهراب سپهری، ابوالقاسم سعیدی، منوچهر یکتایی و ناصر اسرار برابر دانست. درخت را میتوان عنصری تکرار شونده در نقاشی‌های لاشایی در ادوار مختلف کاری او دانست. اثر پیش رو متعلق به زمانی است که جنگ 8 ساله ایران به تازگی پایان یافته، اما میتوان تأثیر آن التهابات و ناآرامی‌های طولانی جامعه ایران را در اثر ملاحظه کرد. از درختان همیشگی و آسمان آبی آرام با نور گسترده خبری نیست. گلها و بوته‌ها در کشاکش طوفان و رعد و برق قرار گرفتند و گویی همه چیز بیقرار است. با این وجود گلهای آبی و سفید کم کم راه خود را به سوی نور و روشنایی باز می‌کنند. طوفان در زمینه روشن بالای تابلو هنوز فرو ننشسته است، اما نقاش راه را به سوی امید می‌برد. گلها شکفته می‌شوند و حتی گل سرخ و صورتی رخ می‌نماید. انرژی نهفته در خطوط، ریتم پرهیجان عناصر بصری و ضرب قلم‌های تند و آزادانه، ترکیب رنگ‌های آبی و سبز، زرد و نارنجی، بی توجه به زیبایی شناسی کلاسیک از شاخصه‌های نقاشی‌های فریده لاشایی است که در اثر حاضر نیز به کمال یافته ترین شکل ممکن دیده می‌شود. در نقاشی بدون عنوان نیست، هرچند بستر بوم در قرمز درخشانی فرو رفته، اما با کمی دقت می‌توان نقش سایه‌گون درخت را در سمت چپ کادر دید که گویی در هجوم ناب رنگ سرخ پنهان شده است.